دوره مانتومون اواخر دوره مانتو از هنرجوها میخوام بازخوردشون رو از کلاس و از دوره مانتو بگم. در واقع وقتی که ما نازکدوز رو یاد گرفتیم انگار یک الفبای از خیاطی یاد گرفته بودیم و اصلا نباید بهش اکتفا کنی، چون واقعا تکمیل نیستی و خیلی از ایراداندامی ها رو داری، خیلی از تکنیک ها رو داری که کارو به شدت قشنگ‌تر میکنن و مانتودوز چیزیه که تو رو به بیست شدن میرسونه. به قول خودمون اصلا به نازکدوز اکتفا نکنید. مانتودوز تکمیلتون میکنه. بله. خب الان شما که درس میخوندین تقریبا 2 سال هست که میایین دیگه، درسته؟ با نازکدوز میخوام ببینم که لطمه‌ای به درستونم وارد شد. نه خب اون لطمه‌ای که بگی به درس فقط سخت بود خیاطی سخت نیست، اما برنامه‌ریزی که اگر نداشته باشی خیلی سخته که برنامه‌ریزی کردن. اتفاقا وقتی درس می‌خونی ذهنت آزاد میشه، خیاطی که می‌کنی یه ذره از اون فضای درس دور میشی، ولی خب همه چی با برنامه‌ریزی امکان پذیره. آفرین. وقتی برنامه‌ریزی داشته باشی هم میتونی محصل باشی، هم در کنارش یه مهارتی رو کسب کنی، یه هنری رو کسب کنی. درس خوندن خیلی خوبه، قابل توجه اونایی که میگن اصلا رشتمون نمیخوره به خیاطی. یه مهندس میتونه یه خیاط باشه، یه دکتر میتونه یه خیاط باشه، یه محصلی که میخوای چیکاره بشی؟ وکیل بشم. هر شغلی داشته باشی میتونی یک خیاط ماهرم باشی و در کنار حرفت از خیاطی واقعا لذت ببری. این نکته برای زمانی که شما مهارتش رو کسب کرده باشی. وقتی یه مهارتی رو کسب کنی به راحتی میتونی در کنار کارت زمانی که میخوای تفریحی داشته باشی ببین اون بخش تفریح تو خیاطی جایگزین کنه و ازش لذت ببری. وقتی که از پارچه‌های بیجون برای خودتون لباس میدوزین واقعا چی؟ لذت بخشه و از پارچه‌های بیجون بتونین لباس‌های خیلی زیبایی رو خلق کنین، یه حس غرور، یه حس افتخار بهتون دست میده. تا به حال اینطور نبوده؟ چرا؟ من از تیکه پارچه خیلی کوچیک کد دوختم و خیلی جالب بود، هم واسه خودم هم واسه اون کسی که این تیکه رو به من هدیه داده بود و خیلی هم قشنگ شد، چون که هرچی آدم پارچه‌اش کمتر باشه به قول خانم رفیع ابتکارش بیشتره. حالا تیکه پارچه‌تو بیار. چقدر پارچه داشتی؟ فکر می‌کنم که نیم متر هم نبود از هر کدوم. نیم متر از این پارچه، نیم متر از این پارچه. کمتر از نیم متر. 45 از هر کدوم. آفرین. بعد باهاش ببینم چی لباسی رو خلق کنی. واقعا لذت بخشه و اگر هر کدوم از اینا به تنهایی بودن اینقدر جلوه نداشت، اینقدر خوشگل نمی‌شد. الان خیلی زیباتر شد. عالی.